و آت ذی القربی حقه. در اینجا یه مصداقش عرض میکنم. خطاب شد که رسول خدا خویشاوندت حقش بهش بده. فرمود برادر جبرئیل مقصود از خویشاوندان من که حقش باید بهشون بدم چیه؟ جبرئیل عرض کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدا امر کرده فدک را که مسلمانان به زور و به جنگ نگرفتن، بعدی که صاحبانش آمدند و تسلیم به شخص شما کردن، فدک رو به فاطمه زهرا بدید. روایات به حد استفاده است فدک به فاطمه زهرا واگذار شد. اولین خطای حقوقی که در اسلام شد داستان محاکمه با فاطمه زهرا بود. در تمام عالم حکم اینجوره، در اسلام هم همینجوره. مثلا این عبا دوش منه، اگر این آقا گفتی عبا مال منه، از اوشان شاهد درخواست میکنه قاضی میگه عبا دوش فلانیه، در دست اوی ذولیده، یعنی در تحت تصرفشه. تویی که مدعی هستی باید شاهد بیاری، اونی که متصرفه شاهد نمیخواد، همون تصرفش. مثلا شما میرید تو خیابون میبینید یک کسی یه دست تسبیح دستشه، تسبیح شاه مقصود داره میفروشه، دلیل مالکیتش چیه؟ همینه که به دستشه، همینی که در تحت اختیارشه و داره میفروشه. یک کسی از اون سر میاد داد بیداد میکنه تسبیح ها مال منه، دزدی کردی یا برداشتی یا غصب کردی. او باید بره سند بیاره، گواه بیاره، شاهد بیاره. آن جهال به احکام اسلامی اول ظلم و ستمی که در مسئله حقوقی انجام دادن این بود که از فاطمه زهرا شاهد خواستن. مال فاطمه زهرا را که سالها در فدک متمرکز بودن زدن بیرون کردن. بعد گفتن از کجا میگی مال توی؟ آها ما متصرف هم نمیشه، یه حرفا ما نمیفهمیم، باید شاهد بیاریم. یک شاهد امیر مومنین، یه شاهد ام ایمن، یه شاهد امام حسن، یه شاهد امام حسین. شروع کردن علی که آتش رو میکشه به طرف قرص نان خودش. ام ایمن یه زنیه و حالون که شیعه و سنی و اتفاق نقل کردن که پیغمبر فرمود ام ایمن زنیست بهشتی. امام حسن و امام حسین همینجور و دیگران هم همینجور. و بالاخره امیر مومنین فرمود ابوبکر اگر 2 نفر بیان شهادت بدن بر علیه فاطمه زهرا که فلان خطا را مرتکب شده چی میکنی؟ گفت حد خدا را درباره فاطمه جاری میکنم. فرمود اون وقت کافر شدی؟ گفت چطور کافر شدم؟ گفت به واسطه ای که شهادت خدا را رد کردی. خدا در قرآن میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما اراده کردیم که از خاندان رسالت هر عیب و نقصیره که سردسته اونها فاطمه زهرا دور کنیم. تو اون وقت رجس و پلیدی میخوای نسبت بدی؟ درست مثل قصه‌ای که زمان خود پیغمبر یک اعرابی چسبیده بود شتر پیغمبر گرفته بود، میگه شتر مال منه. پیغمبر به ابوبکر فرمودن حکم کن بین ما و این عرب. عرض داشت یا رسول الله برید شاهد بیارید. به عمر فرمودن تو حکم کن. گفت یا رسول الله برید 2 تا شاهد بیارید. و امیر مومنین فرمودن چه تو حکم کن. امیر مومنین تیغ کشید زد گردن اون عرب رو انداخت. گفتن این چه نحو قضاوته؟ گفتن شاهد از کسی میخوان که احتمال دروغ درش بدن. ما که به اخبار سما و ارتباط شما با خدا یقین داریم که اگر آدم شک داشته باشه کافر است. تو مثل تو رسول اللهی که شاید نمیخواد که همین مطلب رو فرمود که اگر به فاطمه 2 نفر رسمت ناروایی بدن قبول میکنی؟ گفت بله. فرمود و کافر شد. چون خدا آیه تطهیر درباره فاطمه زهرا نازل کرده و آت ذی القربی حقه. خب حالا من نمیخوام دیگه زیاد اطاله کلام باشه، اما فاطمه زهرا نه برای مال دنیا بلکه برای احقاق حق، برای که معلوم بشه کسانی که مسئله حقوقی رو بلد نیستن، کسانی که نمیتوانند بین 2 نفر قضاوت کنند، اونا لیاقت جانشینی رسول الله را ندارند. فاطمه مظلومه‌ای که میفرمود بهترین حالات برای زن اینه که پا از خانه بیرون نگذارد، نه کسی او را ببیند و نه او کسی را ببیند،
مجبور شد برای دفاع از حجت خدا و امام زمان به مسجد بیاد و فدکر بهانه بکند و محاکمه بکند و ثابت کند سند رسوایی او کسانی که به اصطلاح خیانت کردند و جنایت کردند. یک کلمه دیگه عرض کنم. ابن ابوالحدید معتزلی عالم سنی از استادش ابو جعفر نقیب روایت میکنه که استادم به من گفتش که خبرداری که روزی که پیغمبر خدا از زینب دختر خودشان فدیه خواستن برای آزاد کردن ابوالعاص، زینب گردن بند خدیجه سلام الله علیها رو برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر که چشمشان به آن گردن بند افتاد شروع کردن گریه کردن. اصحاب که منظره رو دیدن عرض کردن یا رسول الله جان ما فدای شما، ما از دختر شما فدیه نمیخوایم، این گردن بند هدیه باشه از ناحیه ما بزنید. قصه طولانی من مختصر عرض میکنم. پیغمبر به ابوالعاص فرمودن زینب باید بیاد به مدینه و همسر کافر نمیشه مؤمن باشه و باید بفرستیش و قبول کرد و ابوالعاص هودجی ترتیب داد. زینب حامله سوار هودج شد و شخصی به نام کنانه تیرانداز ماهری بود همراه هودج زینب کرد و لجاره هایی را ابو سفیان 70 نفر فرستاد که مزاحم هودج زینب بشن. کنانه شروع کرد به طرف اونها تیراندازی و کسی جرأت نکرد بیاد به طرف هودج، اما در ابتدای یه نفر با نیزه حمله کرد به هودج به نام حبار، سبب سقط جنین زینب شد. پیغمبر خدا فرمود هر کس دستش رسید به حبار دست و پاهای حبار را قطع کنه. این فرمان پیغمبر بود در مورد کسی که به دختر خدیجه حمله کرد، یعنی زینب دختر خونده پیغمبر، پیشزاد پیغمبر. ابو جعفر نقیب به شاگردش ابن ابوالحدید معتزلی عالم بزرگ اهل سنت میگه ای ابن ابوالحدید گیرم نعوذ بالله برخلاف قرآن فدک مال فاطمه زهرا نبود. چه میشد اگر ابوبکر می ایستاد میگه معاشر المسلمین آی مسلمونا دختر پیغمبر فکر میکنه که فدک مال اوی و با ما از در محاکمه در آمده، اگرم مال او نیست مال شماست ببخشید به فاطمه زهرا. چه میشد اگر روش رسول الله را در مورد اون گردن بند عمل میکرد در این امت و این حادثه بزرگی را به وجود نمی آورد؟ و ای ابن ابوالحدید چه گمان میبری به رسول خدایی که فرمان میدهد برای مقام زینب دختر خدیجه این که دست و پای حبار را قطع کنند؟ آیا چه فرمان میداد در مورد آن کسی که حمله به خانه فاطمه زهرا کرد، در به آن خانه رسول و مایه سقف جمین فاطمه زهرا سلام الله علیها شد که امام صادق پیغام دادند برای شیعیان ما گمان نکنید مادر جوان ما فاطمه زهرا به اجل خودش از دنیا رفته و کانت سبب وفاتها علیها سلام انهم فزمونا فلان و کذها